سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. توی این ویدیو میخوام درباره ویژگی‌های یک وبسایت خوب برای فروشگاه‌های بزرگ صحبت کنم و چند نمونه نشون بدم. وبسایت شما فقط نباید یک کاتالوگ از محصولات شما باشه. وبسایتتون باید بهترین فروشنده شما باشه و در 24 ساعت شبانه روز کارش رو به درستی انجام بده. توی این ویدیو میخوام ویژگی‌های یک وبسایت خوب رو برای تبدیل شدن به بهترین فروشنده یک کسب و کار توضیح بدم و چند تا نمونه هم نشون بدم. اولین و مهمترین ویژگی یک وبسایت خوب طراحی کاربرپسندش باید باشه. مشتری و مخاطب باید به راحتی محصول یا خدمات خودش رو پیدا بکنه. به راحتی منظورم چیه؟ یعنی اینکه منوها، دسته‌بندی‌ها و حالا چه توی نوار اصلی چه توی صفحه اصلی، دسته‌بندی‌ها اینقدر تمیز و دقیق چیده شده باشن که با اولین نگاه مشتری بتونه اون خدمات یا کالای خودش رو پیدا بکنه و بفهمه کدوم دسته‌بندی است. و همچنین نوار جستجوی تمیز، دقیق، سریع و هوشمند داشته باشه که اگر محصولش رو در دسته‌بندی‌ها پیدا نکرد، خیلی سریع بتونه با یک جستجوی ساده اونها رو پیدا بکنه. همچنین صفحه محصولتون هم باید خیلی تمیز باشه، یعنی شلوغ نباشه، در عین اینکه شلوغ نیست اطلاعات اصلی رو داشته باشه و عکس خیلی با کیفیت داشته باشه. این کیفیت عکس و تمیز و دقیق بودن از عکس خیلی مهمه و خیلی تاثیرگذاره و میتونه به راحتی مشتریهای شما رو از تکمیل کردن سبد خریدشون منصرف کنه اگر عکس خوب نداشته باشه. موضوع سوم، سرعت سایت. سرعت سایت انقدر این روزها مهمه، یعنی تقریبا از 1-2 سال پیش به بعد انقدر مهم شده، خصوصا با وجود هوش مصنوعی. هوش مصنوعی حالا هر کدومش فرق نمیکنه، اولویت رو اول روی سرعت لود سایت در نظر میگیرن برای اینکه دیتاشون رو از اون بردارن یا پیشنهاد بدن. دوم اینه که اولویت سرعت لود سایت میتونه یا ناجی سایت و کسب و کار شما در فضای وب باشه یا عملاً خاموش کننده و از بین برنده کسب و کار. من الان 2 تا نمونه بهتون نشون میدم. یک سایتی که خیلی کند و خیلی دیر باز میشه و اصلا بهینه نیست و یک سایتی که خیلی سریع و بدون مکس باز میشه. و یک تحقیق و یک جامعه آماری هم چند وقت پیش میخوندم، این رو از بیش از 1000 تا بازدید کننده به دست آورده بود که هر 1 ثانیه تأخیر در لود سایت 7% از بازدید کنندگان سایت شما رو عملاً باعث ریزش 7% از بازدید کنندگان سایت شما میشه. فرض کنید که شما یه تبلیغ تو اینستاگرام دادید و حالا توی پیج مثلا توی پیج میلیونی و تعداد زیادی بازدید کننده میان برای اینکه مثلا از اون تبلیغ وارد سایت شما یا صفحه شما میشه. هر 1 ثانیه که دیر سایتتون لود بشه ببینید چقدر مشتری بالقوه رو از دست میدید. و مورد چهارم بهینه‌سازی برای موبایل هست. الان من یه آمار بهتون نشون میدم از چند تا سایت که میبینین بیشتر از 95% بازدید کنندگان اینها از موبایل هستن و عملا شما یک غرفه فروش در جیب هر مشتری بالقوه‌تون دارید اگر سایتتون با موبایل کاملا بهینه باشه و کاملا موبایل فرندلی باشه. 2 تا نمونه هم نشون میدم، یکی از سایتی که توی موبایل خیلی خوب کار میکنه و یک سایتی که توی موبایل خوب کار نمیکنه. سایت شما باید مثل یک اپلیکیشن باشه، هم از نظر سرعت، هم از نظر شکل و شمایل و جایگذاری المان ها. یعنی وقتی شخص داره توی سایتتون با موبایلش میچرخه، حس کنه یک نرم افزار نصب کرده روی موبایلش و راحت به همه چی دسترسی داشته باشه. و مورد آخر، اون فراخوانی به اقدام یا برای سایت های فروشگاهی دکمه افزودن به سبد خرید. این فراخوانی به اقدام خیلی مهمه که خیلی در دسترس و چطوری توضیح بدم، خیلی دم دست باشه. یعنی به محض اینه که طرف توی ذهنش احساس کرد که این محصول رو میخواد یا این خدمات رو میخواد ثبت بکنه، دنبال دکمه سبد خرید یا دنبال دکمه افزودن به سبد خرید نباشه. همون لحظه و در همون کمتر از چند میلی ثانیه که داره فکر میکنه، ناخودآگاهش بتونه دکمه سبد خرید رو پیدا بکنه. حالا این دکمه سبد خرید خب تو همه صفحات تو همه فروشگاه هست، ولی سایزش و رنگ بندیش و فونتی که استفاده میشه خیلی مهمه که توی اون چند میلی ثانیه ناخودآگاه اون شخص بتونه دکمه رو ببینه و روش کلیک کنه. پس به صورت خلاصه یک وبسایت خوب چیدمان و طراحی خیلی خوبی داره. مخاطب خیلی راحت میتونه خواستش رو پیدا بکنه، چه از توی دسته‌بندی‌ها چه از توی جستجو.
خیلی سریع لود میشه و جابجایی بین صفحات خیلی سریع انجام میشه. در حالت موبایل خیلی خوب و خیلی ساده دیده میشه و دکمه ها و المان ها خیلی نزدیک به هم یا خیلی فاصله دار از هم نیستند که توی یک صفحه کوچیک سخت باشه کار کردن باهاش. و در نهایت دکمه های دعوت به اقدام و دعوت به خرید خیلی دم دستی داره و در یک جمله اگه بخوام بگم، یک وبسایت خوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن مخاطب رو میتونه به هدفش برسونه. در پایان اگر سوالی دارید در کامنت ها بفرستید و اگر سایتی دارید که فکر میکنید آینده خوبی میتونه داشته باشه میتونید برای بررسی بفرستید تا یه تحلیل روش انجام بدم و نتیجهش رو براتون بفرستم. ممنون که همراه بودید.